مردم رسانه که اسلام همین است، اسلام سازی. این اسلام کشستی. اگر محمد گروبی میبود اسلام هیچ کس قبول نمیکرد، ولی تو هیچی نکردی. محمد در سرش نجاست ها ریختن، دعایی بر نکرد، میزدمش بیچاره را. ابو سفیان خوارش ام جمیل سوره مسد خوان، برای امروز صداقت کتاب خوان، یک تا حدیث کدید، دو تا حدیث کدید، بیرق نزن، عالم نمیشه. حتی دو تا حدیث یا گرفته از خداخت همه کچون دست است. کن در کار میخوانی انشاءالله، باتش میرسی و حدیث شرح دارد. چندی جوانا خداخت کلام بود یک شمیدون، یا تاش بچهش خداخت سوریه میرفتش دست، مردم ها رفتش که اگر بچه من عرق خونده طوره یک ضیافت من انا اسلام، انا بچه ها را رفتاری گفتارد. بچه ها از ترس بچه هاشو پدر ها عرق خونده سیم، همین اسلام دارید، ولی جواب بدید پیش علام و اسلام دارید، خدا خواهد پیش خدا نمحکم سنا جواب بدید. و ایریش بودو با این وید خدا خواهد با این معاملت با این رفتار مردمی بود از نماز رو گردوند. یارم دیگه نشست سوریه بروند، کدامش یک جوان رفتی لیستست است، ناملا جان پدرم بره نماز بخوانی، نماز در کار نیست با من، چیکار کنم؟ این لیستست است، استیزن بگوش رفت این بچه های عزیز، معاملتی که مردم آرزو کنه بچه هم نماز خون شود، تا آرزو کنه کاش رنگی همین بچه که نماز خون شود، کاش این بچه که رنگی همین خدا خون شود. بجای عبرت گفتن ما از اسلام نفرت کنیم دست ما دواره، بجای با اسلام دعوت کردن آدم ها بیزار داره. ما اسلامی عزیز این اسلام داری، از خدا ترس مگه جواب میتیاری، همه همون جواب میتیم، ولی خدا خواهد محکمه سودی سر میشود. آن کفایی که میزنی خدا خواهد این دو کامل ضبط دارد، حتی زنت بیزار است. بجای زن خدا خواهد خوشون نمازون کرده، حجاب دار کرده، نمونه عبرت کردن، زنت شکایت دارد امروز. همین از اسلام. اگر در دست هدایت میبود حضرت این دو بچهش خدا خواهد به ایمان از دنیا کسیر نمیکرد. اگر در دست میبود لوط پیغمبر زنش کافر بود، آدم بچهش حال هیچ کس نبود، قابیل حابیل کش دوزخی شد، میتونست بدارش، میتونست در دستی الله. ما وظیفه به طوری معاملت و طوری کار کنم، بلکه کفی ما با شما سخت نرسد، بلکه به دل بد نبینی، لیکن پیشگاه الله در خدا خواهد بد نبینی که حق و کیا کس. من التماس میکنم خدا خواهد معاملت افضل کن، ریش همون سنت حجاب که زن تفرز، اینا هیچ کسی کار نمیکنه، کسی این کار نکنه کافر میشود. هیچ کس حق نداره خدا خواهد تحقیر کردن این مسلمانه، لیکن رفتار تا خوب کنه کن، گفتار تا خوب کن، همسر تا حرمت کن، هم محله تا حرمت کن، اکا تا حرمت کرده عزت کن. امروز من عرق خود کنیدم، ای دوست کنیدم، ای آدم کش کنیدم، باید که نفهمونه پاگه تو نابانا چه خدا خواهد رفته دوست کردی همسون بچه ها، زیناگر کردی همسون بچه ها، عرق خود کردی همسون بچه ها، تیراریست کردی همسون بچه ها، و یا از اون گردون جنت میری. من دال علا خیری کفائلی، کسی که دلالت بکنه اگه انسان برای خوب میاندازه چی عمل ثواب گیرد، همه عجلش در نامه خدا عمال می‌نویسد. کسی که دلالت با بعدی نکند همه چی گناه گیرد، همه گناه در نامه عمال نوشته می‌شود. خوبی اختیار که انشاءالله خدا خواهد. در حق مسیح پیغمبری بزرگوار چی میگن؟ و اذا رأیتم رجلا لیعتاد المسجد فشهد وله بالایمان. پیغمبر شما میبینید یک مرد که دائم طرف مسجد میرود، دائم 5 وقت نماز در مسجد میخواند، دائم برای آبادی مسجد چیکار کرده است؟ کمر همت بستگی است، میرود میرود تازه میکند، این ثوابش لک است. گفتم تازه کردن این مسجد، آباد کردن این مسجد زیری همین بدراید، یا که پول صرف میکنن برای آبادی مسجد. و این دفتر پیغمبر بشارتی بر ایمان که چونکه خدا در بالا گفت که انما یأمر مساجد
حدیث است. این حدیث موافق همین دلالت میکند که ما و شما باید چیکار کنیم؟ البته این مسجد خداوند آباد کنیم. در آبادی مسجد هممون کماری همت بنده. وقت موزیک از من بعد حدیث های ضروری باره شما بگم. من بنا الله مسجدم یذکر فیه اسم الله بنا الله له بیتا فی الجنه. کسی که میگه یک مسجد میسازد برای چی؟ ذکر کرده شد در همون نامی که الله قومات اومدن نماز خونن، قومات در طاعت و عبادت کنن. گفت خدای تعالی در جنت مخصوص خانه بیناش میکنه، قصر برای شما بینا میکنن. الله به این وجه که در این دنیا مسجد میسازی. او قصد از کن، او قصد از چی میگه دوامی حدیث نه ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. او چه میگه ولی در چشم مشاهدهش نکرده. او قصد او خون نره، حتی اینکه گوشا شنیدگی نیست او خون نره، حتی که دلی که در خاطر میاری که چه خیل باشد او خیل نیست میگه مسجد. او خونه که در جنت میسازد یک گشتش ایت الله عزیزانی من، یک گشتش لقره. خاک جنت ندانی خدا خواهد سوره الرحمن خون اذا وقعت الواقعه تفسیراش خون از جنت با خبر میشه. همین خونه است که از بیرون درونش ببینی، از درون بیرونش ببینی. همین خونه است چون که هر گلیم هست کاری گلیم شما مشبت دوبای ها دیگر از سمرکن گلیم آورده با همه یک زیارت چی برود که فلان مسجد میں گلیم سمرکن آورده یک بینیمش این دم شمه گله در پیشی گلیم های الله که برای شما می اندازه خدا خواهد. الله سبحانه تعالی با عوض این خدا خواهد شما در 100 باغ میدهد که هر یک باغش از این دنیا کلو خود جنت نامش باغ است. برادران جنت گفتگیم باغ، یک باغی که چی هست؟ به خزان است. اونجا در تیرنگان است، زمستون نمیشه، هواش یک شد است. اونجا در میواش خدا خواهد خوش نمیشود. اونجا در شما 33 ساله میشوی، 33 ساله. اونجا در جوانی های پیری نیست، پیر نمیشه در جنت. در جنت شادی غم نیست، غم نمیخینی، در اینجا آسر نمیخینی. راستی پول یا کود برامو رزق مبیار نه، رزق که در پیشک تیاره. از خواستان میگه که انسان اگر میگه خواهد که یک سیب خود شود بینید، ولی ما سیب برای خوردن چکار نکنیم؟ چند که زحمت میکشیم، بالاش میبروی اول میکنیش، میفراریش، میشویش، پوستش بکنی، میگردیش، میخوایش کتش میگی. میشه 7-8 عمل کردی او شیرینی سیبا میدانی و این سیبا دلوه که میاره خودش آوشیده دهنت نمیدرویه. حتی خواهدم برای بنده مهنت بده نمیخوایشم. این دندان خدا برای ما شما اسیاب کرده است. گذارید اینا خواهدم عیدش نگه خدا خواهد یک مانده خدا خواهد چکا میکنیم میده رو برک میکنیم. آشخزان دیگه ای کار برو میدهیم. اینجا آشخزان دیگه کار نمیبراید. اونجا هرگز پیر نمیشه شما عزیزان. من این دنیا چی هست؟ برای چه دنیا 4 روزه میگم؟ تو بگی 4 روز است دنیا. دست می 4 تا 20 است. 20 40 60 80. بعضیا 5 روزه میگنش 100. یک اصل عمر داریم که خلاص. همین هم با 20 روزش کودکی میگذره، 20 سالش خونه میکنی، زن میکنی، بچه میکنی. بعد 20 سال دیگر دیده که خدا خواهد پیری سر شده. ولی 20 سال دیگرش دوای چی با همین آخرت سر میشه. میمون سهره منم که عمر ببینیم خدا خواهد. همین عمرندم انشاءالله خدا خواهد چکا کن طاعت عبادت کرگی نکن. همین عمرم در خدا صرف نکن، در عبادت مسجد صرف نکن انشاءالله خدا خواهد. در آبادی خانه خدا صرف کن. من برای مسجد یا پیغمبری بزرگ چی میگم؟ این فی المسجد اوتاد الملائکة جلساؤهم إن غابوا فيفتقدونهم وإن مرضوا أعادهم وإذا كان في حاجتهم أعانهم. البته میگه در مسجد میگه میخواه است.
من خانه ما شما به مه قرار میگیرد. همین مسجد نمیگن میخواه هست، میخواه مسجد انسان ها بوده است. ما شما میخی همین مسجده و جلساء هم همشینای شما کی هست؟ فرشته ها هستند. شما با فرشته ها یک جایه میشینید میگد این فرشته ها چکا میکنید؟ این غابو یفتقدون، اگر مبادا مسجد نیایید جستجو کنه میرفته این جا شد. این نماز پیشین امروز نامد و فرشته از کفات کافتر میرفته و این میگه مرضو فعادو، مبادا کسا شیخ خانت میرفتیم فرشته. این دوستی خدا بجا شد. این چه امروز نماز عصر نامد، چه نماز شام نامد، رفته یوردن میکنید اذیتی بیماری و این کان فی حاجتی، مبادا اگر یکان سرطن مصیبت حاجت قطیدگی باشد یوردن میکنید. اگر مبادا دیوار داشته باشی فرشته رو قطی دیوار میکنن، قوت پیدا میکنن. الله سبحانه و تعالی این کار تیز میشه. یا که یک گستاخ در دل میاندازن، الله سبحانه و تعالی میگه کسی که اینه حدیثی پیغمبر است، کسی که میگه قدم به سوی الله میزند، به سوی خلافت اشخاری، به سوی عزیزی طاعت عبادت میشود، به پدر پدردارت میکند، به مادر مادردارت میکند، به اکا و دادر اکا دادردارت میکند. یعنی خدا داریم. اما بعضی جوانان در حیاتم من ندیدم، در حیاتم، لیکن از اکم بالا هست. از حیاتم ندیدم بعضی آدم ها را خلاقت از برادرم بالا هست. خدا میگه هم تر که هیچ محتاج نمیشی. دایم فرشته در خدمت ما شما بدیم. خدا میگه ما چی؟ خدمتی که نکنیم الله کنیم. چون که خانه خدا، خانه خدا را که آباد کنی خدا خواهد دو دنیا آباد میشود. این دنیا هم انشاءالله خدا خواهد آخرت هم. خدا به پول دارد میکند، به مال مال دارد میکند، به چیز دارد میکند. خدا در دل یک برادر میاندازد در خیال نیست آورده میتید. بینید خدا همچنین خدا خواهد. ابی امامه میگوید از رسول الله صلی الله علیه وسلم که حدیث خدا خواهد صحیح است، ثلاثتون کلهم ضامن علی الله، سه نفر انسانان از ضامنش الله میگرفته است، کفیلی تا میگرفته است. نه کفیل شما را میگرفته است. یک تامین اذا من دخل بیته فسلم علی اهله، کسی که خونش درآید و اهل و عائلش نه سلام دیه. ما شما سلام حاضر میکنیم، ما شما سلام همچه حقارت میشماریم و بعد سلام دیم بینیش دید میکنه. با این سلام نامی الله هست، نام است که انشاءالله ما شما فقط دعا میکنیم من برای تو بنده خدا تینجی آسایشتگی خاطر جمعی میخوام دیگه بس اپای به ننفته سه خواری و دادری کاری و حقارت نداری. گفته شده که انشاءالله رحمت خدا برتباد برای تو من تینجی آسایشتگی میخوام. و علیکم السلام دیگم منم بر تو چی میخوام؟ تینجی آسایشتگی خاطر جمعی میخوام دیگه پس خلاص. هر یک تن از خاندان گناه خدا از زن تو نسلام ته برای چی؟ ناز بکنی از زنت. بابی سلام نمه احتیج که اتو میگم بینیم شیطان حضرت عمر در کتاب منبیات است، شیطان میگه 9 تا فرزند دارد، یک تاش داسیمون است. داسیمون در خانه ها میگشت است، خانه های ماش موندن. وقتی که ما شما از کوچه میایم مباد اگر سلام ندیم به اهل آیلمو که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نگویم، همون شیطان بین ما زن موج که میکرده است جنجال میانداخته است، حتی تا جدا شدن میبرده است. انا یک سلام فضیلتش برای شما. انس بن مالک 10 سال خدمت محمد کرده است، 10 سال 10 سال خدمت رسول الله کردن، همچون فرزند خدمت کرده انس بن مالک. یک بار تا یک کار نکردم نگفتن که چرا نکردی،
بنده خدا یک کار کردم چون نکردی. یک روز گفتن یا انس گفتم من تا یک چند نصیحت میکنم. اینه که نصیحتاش بسیار است. یک نصیحتاش وقتی که گفتم با اهل و عائلت میدرایی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گم، خداوند در خانتان تو برکات میدرایی. خواهی که باشه، خواهی که الله برکت از خاندان نبردارد، سلام نمونه کن انشاءالله. پدرت نه سلامته، مادرت نه سلامته خداوند انشاءالله. ولی چی اور میکنی؟ سلام سنت است، جوابش فرض است. کسی که سلامتی مبادا نکتید وای گناهکاری عظیم بشود، فرض ترک کردگی میشه، مثل نماز. ولی شما السلام پر نگوید بدی خیر، السلام علیکم نه، السلام علیکم نه، السلام علیکم جمع. امام اعظم رحمت الله علیه همین سلام از کی یاد گرفت؟ از الله یاد گرفت. الله شب معراج محمد چی گفت؟ السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چون که ما تنها نیستیم، دو تا فرشته کامل است. کرام الکاتبین اشتگی از هر یک ثواب تمنشه. 5 تا فرشته با در اطرافت کار میکنن، 160 فرشته کار میکنن. ابن عباس میگن 160 فرشته یک تا بنده رو خدمت میکنن. به طفل دو رکعت نماز بخونی خدا با 160 تا تلخلایت تو را گرفته میگردن. وقتی که کوچه برای میگرد انشاءالله با سلامته. پیغمبر بزرگ شیشتهی بود داری از سام گفتگی از سام گوی اگر من با تو مرگ میخوام گفتگی پی. پیغمبر یک یهودی گذشته گفت که السلام علیک. پیغمبر که و علیک سام. من مرگ خواستی من چنان مرگ میخوام. اگر این کلمه شو چطور کنی باید دعای بد بکنی. همین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسول شنیده یک صحابه اومد گفت که السلام علیکم، گفت 10 گفت رسول الله 10 ثواب در نامه اعمال نشید. دویمش اومد گفت که السلام علیکم و رحمت الله، رسول الله گفتن 20 ثواب در نامه اعمال نشید. سومش اومد گفت که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، 30 گفتن پیغمبر 30 ثواب در نامه اعمال. شما یک پره السلام علیکم و رحمت و برکاته گوید 30 ثواب در نامه اعمال نوشته میشه. در یه روز میدانش ممکن 20 جوره تو کتی، صدها آدم ها کتی ها میخرید، ثواب رفتن میگیره خداوند انشاءالله. نامه اعمال تو ذخیره زیاد چی در میگیره. اینا افشا کنه ده همه روسا را بیه ایشون زداسی چی میگه. همین مسلمان نه باید میگن نه سلامش بده. این از ما هسته، این تعلیم محمدی است. انا یک سنت زنده کن خدا خواهد پاکه جنت بده، پاکه شفاعت میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم انشاءالله. خواهی که شفاعت کرد. یکی دیگرش چی بدست انشاءالله؟ من خرج الی المسجد ضامن الله. کسی که به مسجد میآید و برای آبادی مسجد خدا خواهد انشاءالله میان ببندد، ضامنش خدا میگیرد. ضامن گفته که کفیلشه. خدا عمرت نبرکه میتید، رزق نبرکه میتید. خدا انشاءالله خاندان تبرکه میتید. از جای میگن من روز خوش میتیم که گمان نکره. باید میکنیم خونه خدا را خدمت کنی انشاءالله کم نمیشی. چون خونه کی است؟ الله است. من انشاءالله خدا خواهد حضرت پیغمبر چی گفتند؟ ابو هریره روایت کرده که حدیث خدا خواهد امام مسلم است. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم احب البلاد الى الله مساجدها و ابغض البلاد الى الله اسواقها. گفتن بهترین گفتن خدا خواهد گوشه پارچه زمین در دنیا چی است؟ مسجدها است. بدترینش گفتن چی است؟ بازارها است. بدترین موضع، چون که در اونجا همه گناه است. این فریبگری، تراز زنی، این دروغ، قسم، بلا بدتر همش در اونجا که در این خانه خدا چی؟ الله. سودا چی میکنی؟ از آخرت میکنی انشاءالله. حرمت المسجدی که حرمت الامی گفت پیغمبر. حرمت کردن مسجد مثل حرمت کردن مادر است. مادر تا چی حرمت بکنی میترسی عاقل نکنه، اگر عبادتات بیکار نشود دوزخ ندارای. خونه مسجدم چی حرمتش؟ مثل مادر است. این حرمت چه بجا میاری انشاءالله. این خدمت چه بجا میاری، طاعت عبادت چه بجا میاری خدا خواهد انشاءالله. اینجا فقط عبادت کنه گپ دنیا نزنه. ولی بسیاری جهان چی است؟
برای دولت اعلام نیست اینجا برای چیه؟ بنیان العباده. حضرت امام مسلم که برای عبادت فی تلاوت القرآن، برای تلاوت قرآن، برای ذکر این بیناشتگی، برای رکلام نیست. برای وقتم شده از عزیزان من، الله فرصتیت بیشتره که با شما علاقه بند نشین. روزایی که کار میکنین ما دست میچینیم میاد، لیکن سخنی خدا و پیغمبر انشاءالله رسوندن به شما حرکت میکنیم خدا خواهد در دورهای کاریتونم. لیکن اکنون خدا خواهد انشاءالله الله امروز فرصت داده است، این وقت غنیمت، اکنون کمر همت بندی خدا خواهد انشاءالله که در ایران یک سوم که خدا خواهد به جان نمیرادی. حتی روز قیامت الله محکمه سودیش نه وقتی که انسان از قبر میخیستش از 4 چیز میپرسش. یک مالی قدم تا نمونده از 4 چیز جواب میده. یکم از مالی که بیما افنا مال داد متمی خدا گجان سرش کردیم، دیسکتیک نمی، عرق نمی، توی نمی، فساد نمی، گجان سرش کردیم جواب میده. خیزی گو که الله جا من در دنیا مسجد ساختم 100,000 دانه دادی خدا خواهد 10,000 دانه شب بردم الهی خودت دادمش قند ازم بندم مکافاتش در اینجا می خدا خواهد جهنم میره تو بندم. شما خیال نکنه که حیات میبره، نه الله ایکو هیچ وقت حیات نمیبره چیزا رو، همش من ضبط شده است. نال هر کمی زندگی ما خدا خواهد دو کلمه راستنگی ثوابه. من سوره انشقاق خون استعیذ بالله کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون. کرام الکاتبین میدانه اون کاری که شما میکنه میگن و شمال و چراغ و تو رد و تو تگور میدروی هفت قار زمین میدروی رکت نکتی آسمونه برن زینا میکنی کامل اسیون کش اسیون کن دنیاگی نیست لاخت انشاءالله او دلیل چی نیست الله او دلیل میکنه. کدام وقت گناه تا او دلیل میکنه اگر ثواب زیاد شد گناه او دلیل میشه، اگر گناه زیاد شد ثواب او دلیل میشه. دو حالت یک خلاف اگر نامه هم باشه با دستی راست میگیره، بعضی بچه هم میگیره، بعضی از قفل سینت میگیره. این ناموس شفشته به بدبخت دادن هم حیفه خیره که جلت میکنن. همین بیا کاری که الله راضی باشه. گر خدا شود نگه از بنده راضی و او یار است استقبال و ماضی. اگر کاری کنه که خدا راضی شود دو دنیا تو آباده. گر شود مولا از بنده آزار همه در دو عالم از تو بیزار. اگر خدا نشود که از ما بیزار شود ای ما بیزار شود همه در دو دنیا از ما بیزار میشه. کاری کنیم که الله راضی شود، کاری کنیم که انشاءالله فقط این دنیا دم و آخرت هم اجر مکافات داشته باشد. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. پاک و پروردگار آنچه مسئله که ذکر کردیم خداوند اولا به هر یکی مایان عمل کردن و میسر بگردانی، در دلهای مایان نور ایمان، نور قرآن، نور اسلام نور جایگیر بگردانی، همیشه برای راست برای صراط مستقیم هدایت نمایی، توفیق طاعت و توفیق عبادت کرامت نمایی. خداوند محبت خدا، محبت حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم، محبت قرآن و محبت مساجد خداوند در دلهای مایان خداوند جایگیر بگردانید. همین قوم و جمعی که در اینجا دست برداشتن پروردگارا چی مقصد و چی آرزوها دارن، خواه دینی است و خواه دنیای خداوند با فضل و کرمت برآورده خیر بگردانیم. به خداوند و بیمار الاسلام خداوند شفای کامل، قدردان الاسلام خداوند خود نجاتی، به فرزند الاسلام فرزندهای صالح و صالح کرامت نمایید. به توفیق اسلام خداوند خودت برای راست برای صراط مستقیم خداوند هدایت نمایید. آنانی که در سفر هستند و نیتی کمک کردن دارن به خانه خودت پروردگار سفرهای با برار صحت بودی سلامت با کیسه های پر با رویهای سرخ نزد خاندان نزد وطن عزیز برگشتن نشو الله نصیبه بداری. سوداگران را در سوداش، هنرمندان را در هنرش، کاسبان را در کسب و کارش، دهقانان که وقتی غنوچین است خداوند در دهقانیاش برکات عطا، طالب علم را خداوند در علمش خداوند خودت برکات عطا. خداوند در تمام دنیا تینجی آرامی خاطر جمعی یکدیگر فهمی صلح و امنیت و این بیماری که در تمام دنیا تشویش آورده است خداوند را برآورده خیر بگردانید. و این عرفه استقلالیت است. پروردگارا استقلالیت به ما نعمت بسیار داد، چی در دین چی در دنیا. خداوند تا قیامت پایدار بدار. اللهم
افتح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الفاتحين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.